افسانه خلق تاجیک جزای هیلگر. بود نبود یک روباه بود. روباهی عیار بود. به خوردن تیار بود. طاقت کار نداشت. از محنت بیزار بود. یک روز از تنهایی سیخ شد و به سری راه برآمده با سنگ پشت و مورچه واخورد. هر سه در باب دوستی صحبت کنان سوی جنگل روان شدند. وقتی از خیرمنجا گذشتند یک مقدار گندم یافتند که کناری راه ریخته بود. عجب گندمی سره بوده است، کلون کلون پرمغز. اگر همه این را به خانه‌ام برم تمام زمستان مزه کرده میخورم، گفت مورچه. ای مورچه، تو شرط دوستی را ویران کردی کو؟ ما دوست شده ایم. دوستان هرچی یابند برابر تقسیم میکنند، گفت روباه. این گپ درست، تصدیق کرد سنگ پشت. لیکن این گندم کم؟ سخنش را دوام داد روباه. کرایی تقسیم نه، بهتر که یگان زمین نغز یافته این را کاریم و بعد حاصلش را تقسیم کنیم. مورچه و سنگ پشت راضی شدند. گندم را غون داشته گرفتند و زمین کابی رفتند که روباه یک تپه راست و بلند را نشان داده گفت انا زمین نغز و تازه و ملایم، همینجا میکاریم. روباه و سنگ پشت گندم را یک سماندند و به شدگار زمین سر کردند. کمتر کار کرده بودند که روباه به تپه نگاه کرده گفت این تپه به نظرم به بالای زمین ما میافتادگی بر این مینماید. اگر غلطد تمامی محنتمان برباد میرود. شما شدگار کردن گیرید، من رفته تپه رو داشته نیستم. روباه به مورچه و سنگ پشت فرصتی دهان گشادن نداده تا زان به بالای تپه برآمد و به حضور خواب رفت. این دوستمون ما رو فریب میدهد، گفت سنگ پشت عرقی پیشانیش را پاک نموده. غم نخور، اگر فریب دهد جزایش رو میدهیم. او را آرام کرد مورچه و سنگ پشت شدگار را تمام کرده دان پاشیدند و در ترددی دمگیری شدند. نقص محنت کردیم، گفت سنگ پشت. محنت کردیم راحتش رو میبینیم، گفت مورچه. من هم از شما کمتر محنت نکردم، گفت روباه و از تپه فرآمده آمد. خیریت رفته بودم، تپه چپه شده ایستاده بود است. اگر چاره‌اش را نمیدیدم چپه میشد و همه‌مان در تگش میماندیم. کسی یافت نمیشد که به حال زار ما گریه کند. چنان زور زدم که رگ پایم درد میکند، بگفت روباه. چند وقت گذشت. از تگ زمین نرم گندم نیش زده برآمد، میسه شد. بعد میسه های گندم قد بالا کردند، خوشه برآوردند، خوشه ها دان بسته پختند. مورچه و سنگ پشت به سری گندمزار آمدند. آن را درویده بند بستند، خیرمن کردند، کوفتند. بعد
باد داده غلبیر کردند و اکنون تقسیم می‌کردند که از کجای روباه رسیده آمد. السلام شریک ها، این گندم بسیار نیکو، گفت دومش را بازی درانده روباه. سه تقسیم کنیم، به هر کداممون کم کم میرسد، برکتش میپرد. بهترش یک توامون گیریم. خیر تو مهنت نکرده ای، نگیر. برای من و مرچه همین قدرش هم دولتی کلون، گفت سنگ پوشت. نه سنگ پوشت، تو عهد دوستی را ویران نکن، اعتراض کرد روباه. بیایید شرط میبندیم، هر کی برد گندم از آنی او. چی خیل شرط؟ پرسید مورچه. هر سهمون به تگ انوی درختی سده می رویم و از همانجا دویده می آییم. کسی که پیش آمد گندم رو همان کس می گیرد، گفت روباه. سنگ پشت راضی نشد. تو میدونی که از ما پیشتر می آیی، این شرطت نمی شود. مورچه سنگپوش را طرفداری نکرده گفت حالا که پیشتر می آید معلوم نه، شرط روباه را قبول میکنیم، گفت مورچه. مورچه به سنگپوش چشمک زده، بعد وقتی روباه به طرف صده روان شد به گوش او چیزی گفت. هر سه به تگی صده آمدند تا آنجا قریب 100 متر بود. تیار شوید، گفت روباه. مورچه و سنگ پشت به دویدن تیار شدند. 1 2 3 دویدیم، گفت روباه به طرفی خیرمن چارخیز زد. مورچه دم نزده به دوم روباه محکم چسبید. روباه در یک لحظه به خیرمن رسید. انا گندم حق حلال من شد، گفته دومش را بر روی گندم گذاشت و قاه خندید. های روباه، خنده رو بس کن و دومت را بردار، گفت مورچه از بالای دومی روباه بر روی گندم فرآمده. تو این گندم حق حلال من گفتی، از تو پیشتر من آمده رسیدم و این گندم از آن تو می شده است. روباه حیران شده پرسید چی خیل تو از من پیشتر آمدی؟ برابر تو تخته آمدم، جواب داد مورچه. باور نمی کنم، گفت روباه. جنجال برداشت. به بالای جنجال سنگ پشت رسیده آمد و گفت های روباه جان شیرین یا گندم، این باز چی گپی نو؟ پرسید روباه در قهر شده. آوازی سگ رو میشنوی؟ پرسید سنگ پشت. 2 سگ تازی تو رو کافته با این طرف می آیند. روباه از سگ می ترسید. گپی سنگ پشت را راست گمان کرده به پشتش نگاه نکرده راه گریز را پیش گرفت. مورچه و سنگ پشت به حال او خوب خندیده گفتند جزای حیله‌گر همین. بعد گندم را برابر تقسیم کرده به خانه هایشان بردند و تمام زمستان مزه کرده خوردند.